سلام، به اولین ویدیوی کانال رز AI خوش اومدید. من قراره در این سری هوش مصنوعی رو از 0 تا 100 به شما آموزش بدهم. پس ممنون میشم پیج اینستا و کانال من رو دنبال کنید. قراره که با هم کلی چیز درباره هوش‌های مصنوعی یاد بگیریم. پس همین الان من رو ساب کن. خب برای شروع و پارت اول اصلاً باید بدونیم هوش مصنوعی چی هست. هوش مصنوعی یعنی توانایی کامپیوتر یا ماشین برای انجام کارهایی که معمولاً فقط انسان‌ها از عهده آن برمیآیند، مثل فکر کردن، یاد گرفتن، تصمیم گیری، تشخیص عکس و صدا، گفتگو کردن. هوش مصنوعی یعنی کامپیوتری که یاد می‌گیرد و تلاش می‌کند مثل یک انسان رفتار کند. مثال‌های ساده: وقتی گوشی چهره را تشخیص می‌دهد، وقتی گوگل مسیر بهتر را پیشنهاد می‌دهد، وقتی چت‌بات‌ها پاسخ سوالاتت را می‌دهند. هوش مصنوعی مجموعی از روش‌ها و سیستم‌هاست که به ماشین‌ها توانایی درک، یادگیری و تصمیم‌گیری مشابه انسان را می‌دهد. این فناوری با تحلیل داده‌ها، الگوها را تشخیص می‌دهد و می‌تواند وظایف پیچیده را به صورت خودکار و هوشمند انجام دهد. هدف اصلی اون ایجاد سیستم‌هایی است که بتوانند فکر کنند، استدلال کنند و با تجربه عملکرد خود را بهبود دهند. 1. دسته‌بندی بر اساس میزان هوشمندی. الف. هوش مصنوعی ضعیف (narrow A). متخصص در یک کار مشخص مثل تشخیص چهره، ترجمه، چت‌بات‌ها. به هوش مصنوعی عمومی AG. توانایی انجام همه کارهای ذهنی انسان فعلاً وجود ندارد. هوش مصنوعی فوق هوشمند AC. هوشمندتر از انسان در همه حوزه‌ها، کاملاً نظری است. 2. دسته‌بندی بر اساس نحوه عملکرد. الف. سیستم‌های واکنشی (reactive machines). فقط به لحظه واکنش نشان می‌دهند، حافظه ندارند. به حافظه محدود (limited memory). دارای حافظه کوتاه‌مدت برای یادگیری از داده‌ها، اغلب مدل‌های امروزی. نظریه ذهن (theory of mind). درک احساسات و حالت‌های ذهنی انسان در مرحله تحقیق. خودآگاه (self-aware A). ماشین دارای آگاهی از خود، کاملاً فرضی. 3. دسته‌بندی بر اساس روش و تکنولوژی. الف. یادگیری ماشین machine learning. یادگیری نظارت شده. بدون نظارت. تقویتی. یادگیری عمیق deep learning. شبکه‌های عصبی بزرگ و چند لایه. هوش مصنوعی نمادین symbolic A. استفاده از منطق و قوانین مشخص. سیستم‌های خبره expertise systems. دانش انسانی تبدیل به قواعد. 3. پردازش زبان طبیعی نو. درک و تولید زبان انسان. بینایی ماشین computer vision. تشخیص تصویر، ویدیو، اشیا. رباتیک هوشمند. هوش برای کنترل و تصمیم گیری ربات. این بود دسته‌بندی کلی هوش‌های مصنوعی. میدونم کمی فهمیدنشون سخت بود، به همین خاطر پارت بعدی رو از دست ندید که قراره بفهمیم هوش مصنوعی‌های چت‌بات چی هستند و چه کار میکنند. اگه تا اینجای ویدیو اومدی 100% به هوش‌های مصنوعی علاقه‌مندی، پس اینستای من رو داشته باش، چون میخوایم اونجا به هوش مصنوعی‌های مختلف بپردازیم. تا یک ویدیوی دیگر، خدا نگهدار.